حمله بر رستوران عزیز استانبول در شهر اوگادوگو را با گفته شاهدان 3 مرد مسلح انجام دادند. آنها شب یکشنبه به سمت مهمانان تیر انداختند. 17 نفر در جای حادثه کشته شدند، 8 تن زخم برداشتند. در بیانیه حکومت بورکینافاسو آمده است که هویت قربانیان و آسیب دیدگان معلوم کرده می شود. بعد حمله بر رستوران سربازان و ماموران پلیس به جای حادثه سفربر شدند. آنها جای حادثه را محاصره کردند و مردم را به جای امن بردند. یکی از شاهدان میگوید حمله مثل حمله غارتگران به نظر می رسید. فکر کردیم که غارتگری است، ولی زود فهمیدیم که مسئله جدی است. بعضی افراد گفتند که اول آنها را غارت کردند و بیرون راندند، ولی کار بدتر شد. در بورکینافاسو، در افریقا و دیگر کشورها در جنوب صحرای کبیر گروه‌های افراطگرایان اسلامی و شریکان القاعده حضور دارند، اما معلوم نیست حمله کاری دستی کدامی از گروه هاست. سال 2016 در حمله ها بر رستوران و مهمانخانه در بورکینافاسو 30 نفر کشته شدند.